لطفاً چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید. در ضمن با لایک و کامنت ما رو حمایت کنید. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، دو تا اصطلاح رو تعریف خواهیم کرد. دوستانی هستن که تازه وارد این بازارها شدن و ممکنه این دو اصطلاح که زیاد هم در جلسات آینده اینها گفته میشه رو عرض بکنیم. اولین نکته سهم هست. خب در یک تعریف خیلی ساده اگر بخوایم بهش بپردازیم، سهم یک قطعه از یک شرکت محسوب میشه. نشون میده که هر کسی که یک قطعه یا یک سهم از اون شرکت رو داره سرمایه‌دار و یک سهامدار اون شرکت محسوب میشه. کوچکترین واحد مالکیتی اون شرکت سهم گفته میشه یا کارخونه. خب خیلی از این شرکت ها عرض به حضورتون تعداد زیادی سهام دارن و تعداد زیادی سهامدار. فرض بگیرید بعضی از این شرکت ها که حتی در بورس ایران مشغول به کار هستن 100 میلیون سهم دارن. ممکنه هر نفری مثلا بیاد به توان خودش، به میزان سرمایه‌ای که داره، از یه تعدادی از این سهام ها رو خریداری بکنه و مالک یک قسمتی از اون عرض به حضورتون شرکت بشه و حق رأی داشته باشه و حالا یک سری خصوصیات دیگه که انشالله آینده بهشون خواهیم پرداخت. بحث دوم شرکت های سهامی هست. همین شرکت هایی که ما مالک اینها هستیم و یک سهمی از اینها داریم شرکت های سهامی محسوب میشن. البته اینها هم به دو دسته هستند، شرکت های سهامی خاص و سهامی عام هستند که شرکت هایی که ما در بورس و بازارهای مالی میبینیم اینها شرکت های سهامی عام هستند که در تابلوی معاملات هم داد و ستد میشن. خب این دو اصطلاح رو داشته باشید دوستان تا به بازار سرمایه بپردازیم. خب گفتیم با بروز و شناخت ناتوانی بازار پول در ایجاد عرضه و تقاضا، خصوصا در مواقع بحرانی، بازار سرمایه با هدف جلوگیری یا کنترل تورم ایجاد شد. اینکه سرمایه ها رو بتونیم در جایی هدایت بکنیم، به نقطه‌ای هدایت بکنیم که اینها باعث تورم نشن، افزایش و کاهش ناگهانی قیمت ها رو موجب نشن. اینجا بود که بازار سرمایه تونست ایفای نقش بکنه و نقاط ضعف بازار پول رو برطرف بکنه. خب مردمی که تا الان سرمایه هاشون رو در بانک ها نگهداری میکردن، بحث سهامداری رو یاد گرفتن، نحوه سرمایه گذاری در بورس و خرید و فروش سهام ها رو یاد گرفتن و سرمایه ها به سمت بازارهای سرمایه و بازارهای بورس به حرکت در اومد. خب یک سری مزیت ها این تغییر جهت و تبدیل شدن بازار هدف از سمت بازار پول به سمت بازار سرمایه داشت که مهمترین نکتهش بعد از جلوگیری از تورم بحث افزایش تولیدات و رشد اقتصادی رو به میان آورد. خب اگر خاطرتون باشه در بازار پول عرض کردیم که معمولا داد و ستدها زمان آنها کمتر از یک سال هست، در زمان کوتاه مدت داد و ستد انجام میشه، اما در بازار سرمایه از نظر زمانی مقداری متفاوت هست. معمولا اوراق بدهی سهام ها در سررسیدهای بالاتر از یک سال مبادله میشن. مهمترین عرضه کننده های اوراق و افزارها، یعنی تقاضا کننده های منابع مالی در این بازارها دولت و شرکت ها هستند. در طرف مقابل خانواده ها، افراد حقیقی و سرمایه داران مهمترین تقاضا کننده ها برای دریافت این اوراق و ابزارها هستند. خب مهمترین ویژگی که بازار سرمایه داره نسبت به بازارهای دیگه بلند مدت بودن هست، خدمت شما عرض کردیم. به خاطر همین هست که میشه روی سرمایه هایی که به سمت بازار سهام و بازار سرمایه میاد کنترل بیشتری داشت. خب در
تا اینجا بحث کنترل نقدینگی و هدایت نقدینگی رو دنبال کردیم. بورس باعث میشد که به جای اینکه سرمایه ها به یک باره وارد بازار کالا بشه، بیاد در شرکت ها سرمایه گذاری بشه. خب سرمایه گذاری در شرکت ها میتونست تولیدات رو افزایش بده. تولیدات بیشتر باعث متعادل شدن عرضه و تقاضا در بورس کالا میشه و طبیعتاً باعث میشه قیمت ها در سطح پایین تری نگه داشته بشن و تورم کنترل بشه. خب از طرفی سرمایه‌ای که از طریق بورس و بازارهای سرمایه جمع آوری میشه و در اختیار شرکت ها قرار میگیره، باعث میشه که اونها به یک منابع ارزان قیمتی دسترسی داشته باشن و بتونن تولیدات خودشون رو افزایش بدن. تا اینجا نکات مثبتی داشت بازار سرمایه که بیان کردیم. پس مهمترین نکاتی که عرض شد تا الان، یکی بحث کنترل نقدینگی بود که بازار پول به طور کامل نمیتونست بحث عرضه و تقاضا رو کنترل بکنه، اما در بازار سرمایه کنترل نقدینگی به مراتب بهتر انجام میشد. اما بازار سرمایه مزیت‌های دیگه‌ای هم داشت. همون بحث رقابت که در ابتدای جلسه خدمت شما عرض کردیم در بازار سرمایه نیز مطرح است. وقتی افراد اقدام به خرید سهام یک شرکت میکنن، در عمل شریک اون شرکت و حالا کارخونه محسوب میشن و طبیعتاً شرکت هایی که سودآور هستن مورد توجه قرار خواهند گرفت و تقاضا برای خرید سهام این شرکت ها افزایش پیدا میکنه. همین قضیه باعث میشه شرکت ها و بالاخره کارخونه هایی که در بازار بورس و بازار سرمایه فعال هستن یک رقابتی شکل بگیره و برای افزایش تولیدات، برای افزایش سودآوریشون تلاش هایی بکنن. خب این هم یکی دیگه از محاسن و مزایای بازار سرمایه محسوب میشه که باعث میشه یک چرخه رقابت سالم شکل بگیره و روز به روز جذب نقدینگی افزایش پیدا بکنه. وقتی شرکت ها سودساز باشن، رقابتشون افزایش پیدا بکنه، تمایل سرمایه گذاران هم برای سرمایه گذاری در این شرکت ها افزایش پیدا میکنه و سرمایه های بیشتری جذب میشه. خب این بحث رو هم توضیح دادیم که شرکت ها از منابع مالی ارزان قیمتی منتفع میشن. این باعث میشه تولیدات افزایش پیدا بکنه و در کل یک شکوفایی اقتصادی شکل بگیره. خب مهمترین نکته ای که اینجا تفاوت ایجاد میکنه شاید بین بازار سرمایه و بازار پول، جدا از بحث زمان سرمایه گذاری، بحث عرض به حضور شما درگیر کردن نقدینگی که وارد این بازارها شده. ما گفتیم در زمان بحران ها مردم به یک بار هجوم می آوردن به بانک ها، به مؤسسات مالی، اینکه سرمایه هاشون رو تقاضا بکنن و طلب بکنن و این باعث می شد که دولت ها نتونن یک کنترل دقیقی روی نقدینگی جامعه که گفتیم روز به روز در حال افزایش هست داشته باشن. این نقدینگی گفتیم دلیل اصلی شاید از دلیل اصلی تورم و افزایش قیمت ها باشه، خصوصا در بازار کالا. وقتی افزایش پیدا میکنه تقاضا برای خرید یک کالای خاص، این نقدینگی چه حالا به صورت صحیح وارد بشه و چه به عنوان گفتیم خرید یک دارایی واقعی جهت افزایش قیمت و کسب سود میتونه مضر بشه برای جامعه. اما تفاوتی که بازار سرمایه داشت و به عنوان یک مزیت بزرگ محسوب میشد این بود که این نقدینگی به این سادگی وقتی وارد این بازار میشه نمیتونه خارج بشه و به یک باره مانند یک موج وارد یک بازار خاص بشه. مثلا بیاد وارد بازار مسکن بشه و باعث حباب گرفتن قیمت ها بشه، باعث بازار کالا بشه، باعث وارد بازار کالا بشه، وارد بازار خودرو بشه، به یک باره قیمت ها رو بالا ببره. پس اینجا یکی از مزیت‌های اصلی بازار سرمایه نمایان شد. خب بحث اعمال سیاست و کنترل
نقدینگی در بازار سرمایه توسط دولت‌ها خیلی با جدیت دنبال میشه. گفتیم همه دولت‌ها و حکومت‌ها به فکر کنترل تورم هستن، به فکر کنترل قیمت‌ها هستن و یکی از دلایلی که گفتیم باعث تورم میشه همین بحث نقدینگی جامعه هست. دوستان یک نکته را من عرض بکنم، پس تا الان باید توجه داشته باشید و به این نتیجه رسیده باشید که وقتی میگیم نقدینگی یعنی پول و سرمایه‌ای که در اختیار ماها افراد حقیقی هست که میتونه به صورت آزاد بین یک سری بازارها به چرخش در بیاد. خصوصا الان مشکلی که کشور ما داره و انشالله در انتهای جلسه این رو دقیق بررسی خواهیم کرد، همین بحث نقدینگی هست. این که وارد یه سری بازارها میشه، به عنوان دلالی وارد میشه، بعد از کسب سود از اون بازار خارج میشه و وارد یک بازار دیگه با نقشه‌بندی بالا میشه. این خودش معضلی ایجاد کرده در جامعه فعلی ما که بازار سرمایه گفتیم تا مقدار زیادی این معضل رو میتونه برطرف بکنه. اما چرا در کشور ما با وجود اینکه بازار سرمایه فعال هست و ما بورس داریم این اتفاق نیفتاده رو انشالله در آخر جلسه توضیح خواهیم داد. پس تا اینجا گفتیم اعمال سیاست هایی که دولت ها دارن میتونن خیلی راحت تر اینها رو اعمال بکنن در بازار بورس و بازار سرمایه نسبت به بازار پول. پس طبیعتا دولت ها برای اینکه این بازارها گسترش پیدا بکنه، بازارهای سرمایه و بازار بورس تعمیق پیدا بکنه، تلاش هایی رو میکنن. خب بازار سرمایه تا اینجا نه تنها یک وسیله بلکه یک نیاز محسوب میشه، نیاز غیر قابل جایگزین. میتونیم بازار سرمایه رو به دو زیرگروه اصلی تقسیم بکنیم. بازار اوراق قرضه و بازار سهام هست. بازار سهام همونجور که مقداری توضیح دادیم با اشتراک و در اختیار قرار دادن قسمتی از یک شرکت به عنوان سهام در اختیار افراد حقیقی و شرکت‌های حقوقی میتونه جذب سرمایه بکنه و سرمایه رو فراهم بیاره برای کارکردهای خودش. بازار اوراق قرضه در اسلایدهای بعدی توضیح داده خواهد شد. خب پس تا اینجا بازار کالا ابتدا به وجود اومد، بعد یک سری نواقص داشت، با بازار پول این نقص ها برطرف شد، اما بازار پول هم تا یک مدتی تونست در جامعه بشری ایفای نقش بکنه و کنترلی روی نقدینگی داشته باشه. نقاط ضعفی داشت که بازار بورس این نقاط ضعف رو به خوبی پوشش داد و تونست برطرف بکنه. یکی از راه‌هایی که در بازارهای مالی شرکت‌ها میان به استفاده میکنن و جذب سرمایه میکنن اوراق قرضه هست. خب اگه بخوایم عرض به حضورتون تعریفی داشته باشیم، میگیم این اوراق یک سری از اوراق بهادار محسوب میشه مانند سهام، با یه سری تفاوت‌ها که اون شرکتی که انتشار دهنده این اوراق هست یک سری مبالغ مشخص که همون بهره محسوب میشه در زمانهای خاص که حالا زمانهاش هم از قبل مشخص هست، مثلا 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه یا بیشتر، به اون عرض به حضورتون سرمایه دار پرداخت میکنه و مبلغ اصل سرمایه هم در زمان مشخص خودش باز پرداخت میکنه. معمولا اینها کوپن هایی دارن، این اوراق قرضه توسط بانک ها که معمولا نمایندگی صدور اون اوراق قرضه را چه از طرف نهادهای دولتی و چه از طرف شرکت ها نمایندگی و عهده دارن پرداخت میکنن به افراد. معمولا دوستان افرادی که ریسک گریز هستن و سودهای مشخصی رو و عرض به حضورتون تضمین شده میخوان به سراغ اوراق قرضه میان و اینها رو خریداری میکنن و سود مشخصشون رو در زمانهای مشخص شده دریافت میکنن. خب از نظر سررسید هم اوراق قرضه به 3 دسته تقسیم میشه.
اوراق قرضه کوتاه مدت هست که معمولا بین 1 تا 5 سال هست. سررسیدهای میان مدت هست بین 5 تا 10 سال و سررسیدهای بلند مدت که معمولا بیش از 10 سال هست و معمولا این سررسیدهای این اوراق بلند مدت رو حقوقی‌ها و شرکت‌های حقوقی تهیه می‌کنن و از اون طرف به انجام یک سری پروژه‌ها و تامین مالی برای یک سری پروژه‌ها کمک می‌کنن. خب یک سری ویژگی‌ها داره اوراق قرضه. همونطور که گفتیم با جمع کردن سرمایه از طریق صدور تبادل این اوراق قرضه یک سری سرمایه‌ها برای پروژه‌هایی فراهم میاد، برای شرکت‌ها فراهم میاد. خب این که گفتیم از نظر کسی که اوراق قرضه رو خریداری میکنه اصل و بهره اون رو دریافت میکنه، اما تفاوتی که با سهام داره اینه که هیچ مالکیتی در اون شرکت نداره، هیچ سهمی در اون شرکت نداره. سررسید معین در یک تاریخ مشخصی شما سود رو دریافت خواهید کرد با مراجعه کردن به بانک و ارائه اون کوپن. خب در صورتی که شرکت منتشر کننده اون اوراق قرضه ورشکست بشه، حالا به هر دلیلی، کسایی که اوراق قرضه اون شرکت رو دارن اصل و فرع سود خودشون رو جلوتر از بقیه دریافت میکنن و حق تقدم دارن نسبت به سهامداران عادی اون شرکت. معمولا شرکت هایی که اوراق قرضه منتشر میکنن یک سری وثیقه ها رو نزد اون بانک معمولا امین سرمایه گذاره ها محسوب میشه ارائه میدن. حالا میخواد اون زمین اون شرکت باشه، ساختمون اون شرکت باشه، یک چیزی رو به عنوان وثیقه قرار میدن. حق رأی، خب تفاوت هایی که داره، حق رأی ندارن در تصمیم گیری های شرکت، نمیتونن شریک باشن. این خب یک تفاوت دیگه کسایی هست که اوراق قرضه خریداری میکنن با سهامداران. خب همونجور که گفتیم شخص سوم که معمولا بانک هست که نمایندگی رو داره از طرف دارندگان اوراق قرضه بر اجرای تعهد شرکت، یعنی پرداخت سود و اصل سود از طرف اون شرکت. نرخ بهره معمولا قبلا اوراق قرضه بهره ثابتی داشت، اما الان اوراقی که جدیداً منتشر میشه نرخ بهره شناوری رو داره. حالا متغیر هست این نرخ بهره با توجه به یک سری فاکتورها. خب دوستان، تا الان ما یک کلیتی رو از بازارهای مالی و بازارهای سرمایه خدمت شما عرض کردیم. توضیحاتی دادیم از این چند تا بازاری که وجود داره و بنیان و اساس اقتصاد یک جامعه رو تشکیل میده. بازار کالا که اولین بازار محسوب میشد، بعد بازار پول شکل گرفت و عرض به حضورتون بازار بورس شکل گرفت و بازار حالا اوراق قرضه که این جزو همون بازار سرمایه ما محسوبش میکنیم. اما بیایم نگاهی داشته باشیم به شرایط فعلی اقتصاد ما که از این به بعد حالا به عنوان تحلیلگر قرار هست در این جامعه فعال باشیم، فعالیتی داشته باشیم، یا حتی اگر بخوایم یک دانش کمی رو داشته باشیم که مدیریت بکنیم همین سرمایه های حالا اندک خودمون رو، گفتیم همین پول هایی که به عنوان پسنداز داریم رو بتونیم یک راهی براشون انتخاب بکنیم، اینها رو در یک مسیر درستی سرمایه گذاری بکنیم. ابتدا باید یک شناختی از اقتصاد خودمون داشته باشیم، از شرایط اقتصادی خودمون یک شناختی داشته باشیم و با توجه به این شرایط بیایم اقدام به سرمایه گذاری بکنیم.